معلم گفت فرزندم ببین بابا، بخوان بابا، بدان بابا، عزیزم این یکی بابا، پسر جان آن یکی بابا، همه صفحه پر از بابا، ندارد فرق این بابا و آن بابا. بگو آب و بگو بابا، بگو نان و بگو بابا، اگر بخشش کنی با می شود با، اگر نصفش کنی با می شود با. تمام بچه ها ساکت، نفسها حبس در سینه، به قلبی همچو آینه. یکی از بچه های کوچه بنبست که میزش جای آخر هست و همچون نی فقط ناداشت، به قلبش یک معما داشت، سؤال از درس بابا داشت. نگاهش سوخته از درد، لبانش زرد، ندارد گوییا هم درد، فقط ناداشت به انگشت اشاره او سؤال از درس بابا داشت. معلم گفت فرزندم سؤالت چیست؟ بگفتا آن پسر آقا اجازه این یکی بابا و آن بابا یکی هستن؟ معلم گفت آری جان من، بابا همان باباست. پسر آهی کشید و اشک او در چشم پیدا شد. معلم گفت فرزندم بیا اینجا، چرا اشکت روان گشته؟ پسر با بغض گفت این درس را دیگر نمیخوانم. معلم گفت فرزندم چرا جانم، مگر این درس سنگین است؟ پسر با گریه گفت این درس رنگین است. تو میگویی که این بابا و آن بابا یکی هستند؟ چرا بابای آرش میوه از بازار میگیرد؟ چرا فرزند خود را سخت در آغوش میگیرد ولی بابای من هر دم زغال از کار میگیرد؟ چرا بابا مرا یک دم به آغوشش نمیگیرد؟ چرا بابای آرش صورتش قرمز ولی بابای من تار است؟ چرا بابای آرش بچه هایش را همیشه دوست می‌دارد ولی بابای من شلاق را بر پیکر مادر به زور و ظلم می‌کارد؟ تو میگویی که این بابا و آن بابا یکی هستند، چرا بابای من با زندگی قهر است؟ معلم صورتش زرد و لبانش خشک گردیدن، به روی گونه اش اشکی ز دل برخاست، چو گوهر روی دفتر ریخت. معلم روی دفتر عشق را میریخت و یک بابا ز اشک آن معلم پاک شد از دفتر مشقش. بگفتا دانش آموزان بس است دیگر، یکی بابا در این درس است و آن بابای دیگر نیست، پاکن را بگیرید ای عزیزانم. یکی را پاک کردند و معلم گفت جای آن یکی بابا خدا را در ورق بنویس و خواند آن روز خدا بابا. تمام بچه ها گفتند خدا بابا.